سلام دوستان، خسته نباشید. موردی که میبینید آقای 41 ساله هستند که به دنبال کاشت مو در ناحیه فرونتال سر، یه حالت بافت نکروزه همراه با ترشحات پیدا میکنه. اون منطقه مراجعه کردن به ما. خب با توجه به وسعت عفونی که زخم داشت و ترشحاتی که داشت مجبور شدیم بیمار بستری کنیم. زیر نظر سرویس محترم عفونی آنتیبیوتیک تراپی شروع شد. درمان لوکال زخم با پمادها و کرم‌ها و دسته‌های دارویی مختلف که در درمان زخم استفاده میشه ادامه پیدا کرد تا به این تصویری که الان میبینید رسید که حالت چاله طور بود که در اینجا ما از پرکننده ها استفاده کردیم. عمق زخم رو کاهش دادیم. پس از اینکه عمق زخم رو کاهش دادیم و تقریبا هم سطحش کردیم، یه لایه پوست سعی کردیم جایگزین اون کنیم، البته بدون جراحی، با وسایلی که داشتیم. در نهایت بافت سر هم سد شد و تمام.